مثلا عکسی که با وحید امیری گرفتی. خب کدوم عکس؟ عکسو نشون بدیم. الان من نشون. عکسی که با وحید امیری گرفت. ای قربونش برم وحید. دلم براش تنگ شده. مثلا این عکس من یا مثلا وحید من عاشقشم. ببین من الان 8 سال 9 سال من با وحید هم متاقیم از نفع تا پرسپولیس. مگه جرم این چیزا؟ آخه این چی اصلا؟ مثلا شما مثلا میگید دوست دارید مثلا چه جرمیه؟ یه دونه دیگه داری که تن من مباد پرسپولیس باد. خب به هر حال یه جوری احساسات خودمو یعنی به پرسپولیس می‌خواستم ثابت کنم، شد دیگه، حالا اتفاق شد. یه عکسی هم بعدش درست کردن. الله اکبر. که این کتابش هم دست بچه‌ها. دیدم امروز تا هم یکی اینا آورده بود. یه بعد از اون جملت هم البته اضافه شد. این عکس هم بعد اون جملت هم گذاشتن که دشمن شادای ما شاد شدن. چیزی که شما دارید پیش میری خدا به خیر کنه. نه میخوام بگم دشمن شادای ما شاد شدن. ببین من منظورم واقعا اینه، گفتم خب به هر حال من یه جوری می‌خواستم حرف بزنم. با مزه ببخشید من میخندم. راحت باش. تو کلا اینجوری. خب من خب حرفی که زدم یه ذره مثلا سجله حرف خوبی میزنم، میگم یه کاری نکنیم که دشمن شاد شیم. چی میگم؟ من مثلا اونجوری می‌خواستم یه جوری اونجوری حرف بزنم نشد. اینم یه دونه است باریش. این حالا بذارید بگم اینو به خدا میخوام اینجا لو بدم کی بود. این من با علی کریمی بازیکن علی کریمی اینو گذاشت. یعنی هوادار استقلالی که منو سوژه کردید، این خود علی کریمی شما بود گذاشتش و الانم برید رو پیجش بگید آقا چرا این کارو کردید. اینو من رو تخت بودم دراز کشیده بودم یا گفتم علی اینو بذار برام اگه بده من اوکیش میکنم. همونجوری که بهت گفتم سر در نمیره. مثلا اینا رو به خدا من نمیدونستم این پایین یا بذارم یا بی بذارم. بعد علی کریمی اینو گذاشت، دیدم بعد از به خدا علی کریمی موبایل داد دست کسی. علی کریمی گفتم من واقعا بلد نبودم این کارا، یعنی من عکس چیز میذارم، عکس ساده، یعنی این چیزا مثلا نظرسنجی واقعا بلد نبودم تو فضای مجازی. علی گفت اینو بذارم، بعد باریش یا بیریش. خب درسته دیگه این باریش. نه آخه گزینه‌ها با یا. حالا گوش کن ببین نوشتم باریش، نگاه کن اینجا رو باریش باشو پایین اومده. خب یعنی باریش یا یاش اومده یا یعنی یا بیریش دیگه. و دیگه باید یه ذره درک کنی دیگه. نه کن من معذرت میخوام. علی آقا ببین باریش من جدا علی هر چی زده علی کریمی بوده. تقصیر علی کریمی. آره تقصیر علی کریمی. حالا البته یه عکس دیگه هم داری، اونم خودت. من میخوام بگم یعنی خودت هم دوست داری انگار باهات شوخی بشه. من یه جا هم صحبت کردم، گفتم که داریم میاریدش نیاریدش برام اونو نیاریم واقعا. ولی در کل دوست دارم با مردم در دل کنم. دوست دارم مثلا همشون مثلا تو روزانه باشون در دل کنم. حالا یه عکس میذارم، حالا شوخی میکنم، ولی خدا شکر الان خیلی بهتر شدم نسبت به قبل. خیلی بهتر یعنی شدم. چی نسبت به؟ یعنی زیاد مثلا عکسایی که مثلا در حد شخصیت من نیست نباید بذارم. خب ولی مثلا کاش مثلا الان خب میشه یه مشاور رسانه‌ای داری قاعدتا. بله. اون کمک کنه ها، اگه خودت دوست داری، اگه نه دوست داری. اصلا ببین یه چیز بگم علیرضا، به خاطر همین مردمی بودنت مردم عاشقتن، به خاطر همین که شفافی راحت میگی من اینو بلد نیستم، بیرو درواسی، یعنی چیزی سانسور نمی‌کنی. خب میگم ولی اون جون قبلش واقعا همون حرفی که شما می‌زدید، من کسی رفیق مثلا درستابی نداشتم که این چیزا رو من یاد بدم. مثلا من تو اردو کرواسی بودیم، اومدم بنویسم یه تامین با نشاد، همین چیزی رفتم با تامین یه چیز اشتباه زده بودم، رفتم از تامین دادم دیدم یا حسین همه دایره گفتن این چیه گذاشتی برش دار. مثلا بعضی عجله میکنم، باید ذره صبوری کنم، مثلا بخوام چیزی که بذارم فکر کنم. قربونت برم که اینقدر رو راستی. قربونت برم. به خدا قیمت نداره عزیزم. واقعا دارم میگم اینقدر رو راستی. من خودم همیشه به خودم میگم اگه علیرضا قرار موفق بشه، حالا شاید ما یه ذره لورای ذره اینجوری عصبی که میشیم، صبور نیستیم. اگه صبور باشیم خیلی میتونیم موفق تر بشیم. یعنی اگه من الان میخوام یه حرفی رو بزنم، اگه 30 ثانیه صبر کنم اون حرفو نمیزنم. مثلا همین چندین حرف بوده که من فکر کنم البته مال همه لورای عزیز که تاج سرن، یعنی واقعا اون رو که تنها نژاد ملی سرزمین ما لوران دیگه. یعنی ما مثلا به هر شکل تو جاهای مختلف قومای مختلف داریم، ولی واقعا فقط تو سرزمینمون لوران و این نشون میده هممون رگ و پیمون به اونها وصل میشه.
اینو با افتخار میگم، یعنی کیف میکنم اینو دارم. افتخار میکنم. شما عزیز دل. متشکرم. خودمون، منم ممکن من کاشونی هم بگم، همه کاشونی‌ها زود عصبانی، منم یه وقتای زود عصبانی میشم، از کوره در میرم. بله. یا این اتفاق، یعنی به اون وصلش نمیشه که. یه چیز دیگه هم بپرسم بریم یه بخشی آگهی ببینیم و برگردیم. اینم خیلی راحت جواب بده. یه مصاحبه ای رو من امروز بچه‌ها بهم نشون دادن از شما که اونجا که تو نفت بودی، که آقای منصوریان مربیت بودن، گفتی من استقلالی دو آتیشم. به کی گفتم؟ بچه‌ها مصاحبه رو کامل بیارین که نه اینجا نمیارن، الان میارن. آها، نشون میدی تو گوشی؟ آره. من ببینم. باش. ببینید خب قبلش واقعا خب هر بازیکنی که دوست داشت، من خودم بود نه میخوام همینو بگم. من 2 بار رفتم تو باشگاه استقلال، یعنی من دیگه هوادارا دیگه همه میدونن، مصاحبه هم کردم، 2 بار رفتم نشستم باشگاه استقلال قرارداد ببندم. و خب قبل اینم که مثلا قبل از اینکه بیای پرسپولیس، قبل اینکه پرسپولیس بیام، حتی قبل اینم که برم باشگاه استقلال، یه بارم رفتم پیش آقای کاشانی موقعی که مدیر عامل بود، بازم رفتم اونجا پرسپولیس، بازم نبستم. یعنی اتفاق برای من اونجا مشخص میشه که من دوست داشتم یکی این 2 تا تیم برم و حالا که اومدم پرسپولیس، جون و دلت پرسپولیس تموم شد دیگه. و وقتی که الان میای پرسپولیس دیگه من احساسات خودم و احساسات هواداران نمیتونم تحمل کنم که خدای نکنه ولشون کنم برم دیگه تیم رقیب. این یه ذره سخت میشه. من علی آقا منصوریان بهم گفت تو اگه بری پرسپولیس دیگه نمیتونی اونجا بیرون بیای. میشه میگم، چون خودش قرار بود بره استقلال، با من صحبت کرد، گفت من میبرم اونجا. گفتم علی آقا من پرسپولیس پیشنهاد دارم، من میخوام یه جایی برم که دیده بشم، حالا پرسپولیس یا استقلال. اومدم پرسپولیس، بهم گفت بری اونجا با توانایی که داری خوب کار کنی دیگه اجازه بد نمیدن بیای بیرون، هوادارا نمیذارن بیای بیرون، خود دیگه اونجا نمیتونی، واقعا دیگه وابسته میشی و واقعا هم همینجوری شده. این هم موقعی که قرارداد امضا کردی. بله. الان من یه چیزی بگم به هوادارهای پرسپولیس، چون من خودم پرسپولیسی ام، راحت این حرف رو میتونم بزنم. علاقه و ارقی که به پرسپولیس علیرضا بیرانوند داره الان داره تو تیم بازی میکنه، مگر نه پیشنهادهای فراوان از جاهای مختلف داره، هممون هم میدونیم. ولی این کاری که داره میکنه، این دیگه همه جونش رو میذاره برای پرسپولیس. این کارت واقعا ارزنده است. میدونم هم که فشار کشیدینا، طبیعتا مثلا پیشرفت تو این بوده که شاید بری مثلا کشورهای خارجی، از جاهای مختلف پیشنهاد داشته باشی. صحبت میکنیم. آره حتما. رو ببین. بریم. میخوای خودت با آگهی پاس بده. بسیار علی، اومدیم. علی بیرانوند، خیلی خوش اومدی. خیلی مخلصم آقا محمد عزیز. منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و امیدوارم که امشب یه گفتگو خیلی خوب و با جنبه داشته باشیم. تو که جنبت خیلی رفته بالا. من که خدا رو شکر اگه جنبه نداشتم الان اینجا جایگاهی که دارم نبود. آره، امسال سال سختی بود به نظرم. الان گفتگو کردم با علی راحت تره. من گفتم اول گرم کنم قشنگ ببینم امشب چیکار کنم، بعد دیدم بابا این دیگه همه بلا این امسال سرش اومده. حالا راجع به همه چی صحبت می‌کنیم. یه چالش 3 تا سوال سری داریم علی. نمیخواد بپرسی چرا دنباله. باید بریم. من یه 5 دقیقه چالش. خب میدونم اشکال نداره. بعد میخوام فضای مجازی رو ازت بپرسم. نه یه چیزی هست که درباره پیشکسوت‌ها افتاده بود، هی میگفتن که بیرانوند گفته که نسل میگفت نسل ما بهتره. یه سوء تفاهمی که شد، عملش که شاید علی بیرانوند اون تایمی که باید صحبت می‌کردم میساقی نباید همچین حرفی می‌زدم. ببین شما مردم ما و کشور ما با هر نسلی یه خاطره ای دارن. برای ببخشید نسل قبل از انقلاب بوده، آخواد و از اینا بودن که هر کسی یه نسلی واسه شون یه خاطره ای دارن. مقایسه درست نیست. به نظر من نیست. خودتون مقایسه نکنید شما. منم اگه حرفی زدم اینجا عذرخواهی میکنم از تمام پیشکسوت‌ها که من گفتم. نه من هیچ وقت نسل قبل از انقلاب با هیچ نسلی مقایسه نمی‌کنم. بهترین نسل اگه قرار باشه میگیم قبل از انقلاب. چون کاری کردن که هیچ کسی نمیتونه انجام بده. 3 بار قهرمان جام ملت‌ها شدن. این افتخار خیلی بزرگیه. من میگم علی بیرانوند و امثال مهدی طارمی و سردار آزمون اینا هم فردا اگه
فوتبالشون رو گذاشتن کنار میساقی، اینا هواداری خاص خودشونو دارن دیگه. مهدی طارمی به هر حال یه افتخاراتی توی زندگی ورزشی خودش کسب کرده که اون هوادار بعداً ازش تعریف کنه، خاطره براش گذاشته. میدونی من هیچ وقت مقایسه نکردم. خوبی داری میشی یا کم که عذرخواهی و نه من گفتم سوء تفاهم نشه. یه نیم ساعت دیگه بمونی دیگه میشه از همه. آقا این چالش رو سریع بریم بعد فضای مجازی رو میخوام ازت بپرسم چون سوال خیلی از دوستانم بوده. آماده اید بچه‌ها؟ من چند تا سوال میکنم. یادت تو اردوی کارلوس کیروش خیلی باحال دوباره میگفتی یادت مهدی غزال‌نامه که نقطه نداشتم ضرب المثل گفت رامین رضایی سردار تو بودی میلاد. اینو سریع با هم دیگه بریم. آماده یعنی تمرکز داری؟ یواش بگو 100%. بچه‌ها ما آماده‌اند؟ چالش رو با هم دیگه بریم ببینم چیکار می‌کنه. چند تا سوال می‌خوام اطلاعات عمومیش نسبت به یادم شب یلدا بود، اردوی تیم ملی بودیم قبل از جام ملت‌های آسیا. محمد من هیچ چیز جواب نمیدم، من از الان دارم به مردم میگم. اشکال نداره داداش، تو اصلا تو که آب از سرت گذشته است، تو اوکی. فقط میگم خیلی پالس مثبت علی زیاد دارم ازت که چقدر پسر با جنبه و دوست داشتنی و گلی هستی و خیلی پیشنهاد داری از دکترای زیبایی مختلف که دماغ رو ردیف کنن. علی سه نوع گل بگو. گل طبیعی. محمدی، خب نرگس، دیگه همینا دیگه بقیه‌شی بود. سومی نداری؟ سومی شقایق. شقایق بود. سه کشور که قهرمان جام جهانی شدن. آرژانتین، اسپانیا، ایتالیا. سه تا باشگاه فوتبال تبریزی بگو. مثل سونگون، نه تبریزی. آره. تراکتور، ماشین سازی. باریکلا. سه تا شهر ایران بگو با ق شروع میشه. با ق. قائمشهر. خب نگو. قزوین. خب قشم. آفرین. سه تا حیوان بگو که تو دریا زندگی میکنن. همه تو دریان حیونا بیشترشون. سه تاشو بگو. کوسه، سوسمار، مار ماهی. بچه‌ها دارن سکته میکنن که تو چی قراره بگی. هیچ پیش بینی نداره. سه تا فوتبالیست بگو برنده توپ طلا شدن. آقای عزیزی توی ایران توی جهان خب مسی، رونالدو، بنزما. سه تا فامیل پدری بگو علی. پدری فامیل سمت پدر. سمت پدر نگید بچه‌ها. سمت پدر فامیلی که سمت پدرن، مثلا عروسی دعوت میکنن میگن فامیل سمت پدرتون دعوت کرده مثلا. فامیلای پدرت کیا میشن؟ فامیلای پدرم برادر زن میشه. علی فامیل سمت پدر، فامیل پدری. فامیل پدری مثلا پسرعمو. خب آفرین درسته. دیگه دخترعمو. خود عمو چی؟ خود عمو هم میشه. خود عمو دیگه کشتی پسر. این همه سال میپرسی آخرش میخوای بپرسی. تا اینجا عالی بودی. سه تا بسکتبالیست بگو بلدی. همین خارجی‌ها. آره کی بلدی بگو. چیز جیمز چیه؟ من لبرون جیمز. یکی. آفرین. اعدادی خودمون. آفرین. دو تا. یه نمیدونم. تا اینجا عالیه. سه تا پایتخت اروپایی بگو که توش هم بازی هم کردی. پایتخت پورتو پرتغال نیست. اون پایتخت پرتغال لیسبونه. سه تا پایتخت این همه کشور رفتی مثلا پایتخت ایتالیا مثلا. من نمیتونم اینا رو بگم مثلا. سه تا سیاره بگو. سیاره؟ آقای هاشمی میگه 100 میلیون جایزشه. علی 100 میلیون جایزه سه تا سیاره. ببین قشنگ اون کسی که 100 میلیون گذاشته میدونه که به من نمیدتش. دمت گرم. 2 میلیاردم جایزه میذاشتی خیالت راحت بود. سیاره اینا رو اصلا اوکی نیستی. تو این چیزا رو سمت من نیا. خب گفتی 3 دقیقه تموم شد رفتی رو 5 دقیقه. بقیه‌شو نپرسم. سه تا شخصیت کارتونی هم بگو. کارتون؟ آره سه تا شخصیت. فوتبالیستا مثلا کاکروش. شخصیت کارتونی. شخصیت سوباسا. آفرین. کاکرو. خب نه دیگه بقیه‌اش از بقیه کارتونا بگو. خب سوباسا. اون چاقه کیه؟ توی فوتبالیستا بوده؟ نه بابا. خب هم اوکی نداره. آخرین سوالم بپرسم. 3 تا کشور آسیایی بگو 50 میلیون. 3 تا کشور آسیایی. چرا اینا میگی؟ کشور آسیا ایران؟ نه غیر از ایران. ازبک؟ خب چین، کره، قطر، امارات.